سابسکرایب کردن بچه. یه ویدیو از کانال من خیلی خوش اومدید بچه. امروز نمیدونم خیلی زیر شده ولی دیگه بخشید دوست شد تو این ویدیو باشه مثل ویدیو کارامه بچه. یه اتفاق خیلی جالبی که برای کانال افتاد، من برای اینکه به اول از یوتیوب شروع کنم کانال بزنم، یه هفته پیش یا چند روز پیش بود کانال آپاراتو پاک کردم. بعد خواستم برم دنبال کنم کانال شخصیو که حالا نمیگم کیه، خواستم من دنبال کنم، شماره خواستم و شماره رو دادم، کدو زدم، کانالم اومد بالا. به دفعه گفتم خدایا چرا کانالم اومد؟ نباید کانال من میومد، من کانال رو لغو و عضویت کرده بودم. دیدم وقتی شماره هم میزنم، وقتی با اون حساب کاربری من یه دونه مثلا کانال دارم یا یه پیج دارم، اگر پاک کنم بعد دوباره شماره رو بزنم کانال برمیگرده. عجیبه گذاشتم و کاملا الکی نیستش، میتونید ببینید که الکی نیست. درش هم میبندی خاموش میشه. خاموشه بچه ها ببینن. خاموش دیدید؟ این الکی نیست. این برای خودم بچه، برای خودم داغون خراب. اینا برای بابام بود. من یه چند روزی که هست فیلم میکنم مامان بزرگم جا گذاشتم دیگه، حالا دارم من استفاده میکنم. خیلیاتون هنسفری دورگرده ما دیدید، اونم شارژ نداره. بله خب امروز میخوام که اتاقمو با شما یه ذره دکورش رو عوض کنم و این برای من مامان بزرگ آمده خونمون و دیگه اتاق منم سرد شده و خودی مامان بزرگم تنهاشون میرم پیشش و رخت خوابا اینجا. حالا یه چند روز یا چند هفته دیگه درست میشه اینجا. یه جای حالا پیدا میکنم میذارمش یا یه جای دیگه. روم تور نذاشتم، برای همین اینجا کات میکنم تا برم اینور برم اونور که شما اتاقمو نبینید کامل و چون اینجوری هم لذت نمیبرید من کات کنم یا کات نکنم، به خاطر اینکه داریم تمیز میکنیم شما گیج میشید، خوشتون نمیاد این کار. حالا من میتونم کات باشه، من میتونم الان کات نکنم، شما 5 ثانیه بزنید رو برزن یه ذره بزنید جلو که نبینید از کجا داریم میریم به کجا. و اینکه این ور دست بشیم فقط میخوایم دکوراسیون رو عوض کنیم. خیلی بدی دارم چون این ویدیو شما دارین تو یوتیوب میبینید و آپارات. حتما هم لایک کنید، سابسکرایب رو بزنید و بریم سراغ ویدیو. من تمیزکاری هم بردم. خب ادیتور، حالا اگه نشد این چیزو شیشو رو اگه حواسم نبود شما حالا شطرنجیش کن، مثلا تارش کن، هیچ معنی نداره، من نشونتون میدم، بزنم برای مهم نیست، تو تبلیغشون نمی کنم و شاید خیلیتون بدونید دیگه چی خیلی تبلیغ شده. خب اول از همه من میخوام میزو بهتون نشون بدم بچه ها که شما اینو میبینید، جامدادی بنده است، جامدادی البته طراحی. یه موقعی وسایلام میذارم توش، این مهر بوده جوری میکشیده مهر میزد، رنگش تموم شده. ما میشون پایین باشه و برش جاشون مشخص میکنیم و اینکه بریم درست کنیم دیگه. اتاق من چه وضع خود چه وضع لذت میتونیم تمیز کنیم. بس یک میتونیم تو اتاقم که حتما بگید بچه. یه چیزی که هست بینم تایممون داره میره، اما الان چون کانالمون خیلی کم مشترکینش، بگید واقعا بگید که موقعی که مثلا یه موقع میگید یه موقع حالا یکی پرسید که یوتیوبر یا گیمر حرفه‌ای یا مثلا کیو دنبال میکنی، مثلا بتوید یه موقع کسی ندارید اسم منو ببرید، مثلا بگید سندایکس گاد کانال مثلا اینو اون بگید که یک موقع اگر
به اونی که گفتی مثلا سندرکس کاد اومد کانال دید بگه مثلا این زودتر هم رفته این آدمو مثلا پیداش کرده، مثلا چقدر گشته، بذار مثلا برم دنبال کنم از شما تقلب کنه. این نسید من همیشه دارم میشکنم بایستم. خب اول از همه ما خیلی محدوده گیمینگمون پذیرایی کنیم و خلوتش کنیم. اول همه میز رو تمیز میکنیم که من الان نمیدونم باید کجا بذارم دوربینو. من برم ببینم این بالا میتونم بذارم و بیارمتون همونجا. خب بچه ها، من هرچی گشتم جای مناسب رو پیدا نکردم و این چون پرونده است میذارم زیر که یه موقع چیز نشه. جای مناسب پیدا نکردم بچه ها راستیتش، و این شما فکر کنم باید برعکس بگیرید دوربینو، شرمنده. خب الان میخوام که من اینجا رو تمیز کنم. فکر کنم اصلا شما الان هم خوب نمیبینید. چیکار کنم؟ حالا فعلا اینجا رو تمیز میکنیم. این لپتاپی که من باش ویدیوها رو ادیت میکنم، این ایرپاده که میذاریمش روی دوربین. خب شما دوربین در این ناحیه دارید میبینید، در این ناحیه. خب ببین من CD کالاف، بچه من چون تبلتم نمیذاره که کالاف رو نصب کنم حافظش باره، من کالاف PS2 رو دارم. PS4 نخریدم هنوز به خاطر اینکه قرار شده بتونم برم مثلا هم رفتم کلاس 6 که سال دیگه است، من کارم بیشتر شروع کنم و بتونم بگیرم دیگه، تا موقع بتونم بگیرم. و اینم دسته PS2. میخوایم ببینید کار میکنه یا الکی میگم؟ بفرم کار میکنه. دیدید کار میکنه. تازه هم تعمیرش کردم بچه. همین دیروز رفتم گرفتم. ایوا تابلو هم افتاد. نه نیفتاد. نظرم این بره پایین. این رفت پایین. خب شما چرا نمیبینید من دارم چیکار میکنم؟ من اصلا خوب شما نمیبینید دارم چیکار میکنم. همه میگم دستم دوربین رو به این شکل. خب این بچه ها تبلت همه که من 2 تا تبلت دارم و همونطور که دارید میبینید اینجا خبر دارید. اینجا یه عکس بود اگه دیده باشید، حالا یه دقیقه اونور نگاه کنید. اینجا هم عکسه، اینجا هم عکسه. خب حالا بچه چیز مهمی هم این عکس بابامه. بله خب حالا باشقدرم دستیم بره موسمونو. بچه اگه موافق باشید این موس ریزر بگیرم، خیلی عالی میشه و اینم باتری داره. من فکرم باتری نداره. ریزر بگیرم و کل اتاق رو بکنم ریزر. این کف هم فرشم ریزر بزنم اینجا. خب ببینید الان دنبال یه جا هم براتون که کجا بذارم بهتون دقیقا شو گذاشتم بهتون اینجا که ببینید الان داشتین دست من میدیدید. خب میدونمش اینجا عقب دستگاه دیجیتالمون نمیره عقب. اینم PS، اینم PS، اینم PS. دیگه چی میخوای؟ اینم تلویزیون، اینم تلویزیون. دیگه چی میخوای؟ کار منه. چرا آبی نباید میشد؟ ولی خودم این چقدر بزرگه. حالی که چقدر بزرگی اتاقم. خب اینجا دیگه آبی میشه. وقتی که من زده بودم بچه یه کوچولو لنز رو تنظیم کردم که این برای چیزش بزرگ میشون بده. خب من برم جست مشخص کنم و برگردم. بچه من مجبور شدم بذارم تو همون جای قبلی و بریم که یه ذره باید بیام بالاتر تمیز کنیم. یه ذره میزنیم بعد لپتاپ هم تمیز میکنیم. لپتاپ ما ضد آب است. نسید دیگه بدونید دیگه متاسفانه. بکنم باید با دستم شما رو این بر اون ور بیارم. خب قشنگتر ببینید. یا ببینید یه دایره ایه بر لیوان. ما هی بر بگیر.
کجا بود جالیبان؟ آینا خب بچه من یک کاغذ باشم اینجا که شما اکسیون نتونید ببینید چون دیگه خانواده. فکر کردم بچه من انقدر با چسب‌سازی توپ درست کردم، فکر کردم توپه. ندیدی موسیقی رو خیلی خوب بود. موسیقی اون حالا اینجوری میکنیمش و برم یه زیموسی هم بخرم ریزر. رو دیوار رو میتونید ببینید. نگاه ای بی تربیت رفت. من دوربین رو دیدم الان میتونم یه جای دیگه بکارم چون واقعا خستشم تو دستمه. بچه من فرش دوربین خاموش کردم که بهتر ببینید. اینو برم داریم. خب اینم عکسه که اینو من یه پیس دو پیس اینو میذاریم روش. شرمنده که من انقدر عکس نمیخوام میدونید زیر میذارید اینا. خب بچه من 5 دبستان هستم، به همین گفتم 1 سال دیگه میرم 6 و میتونم هر چی دارم کس بخرم. خب ما بریم یه جای دیگه که شیشه تمیز کنیم. بریم و ببینید. میبینید که رسیدیم. این ظرفایی که خریدم بچه باید دکور برم میذاریم پایین. موسیقی بنده بسته. بچه ممنونم از دوست خوبم که اینو کادو داد بهم ولی فعلا نیازم نمیشه. من اینم میذارم پایین. میره پایین. من خیلی وسایل دارم باید بذارم پایین. خب ما الان جا کاری نداریم. بنده موهام چون خیلی سخت شونه میشه و موهام تا اینجا تا اینجا بچه با موهام شاید فکر کنید دارم دروغ میگم ولی نه راست میگم. خب اینجا برم میدونم فیلم مریم خیلی بده ببخشید موقعی حواسم نیست به اینجا. خب اینا هم که میبینید دستکش و جوراباه که بعضی لباس آویزونی ها بود. من خواستم بذارمش که چیزی شه آویزون شه باشن تو اونش اتاق. 3 2 اسکیت به خودتون خود و اینه به شما نخود. داره میریزه. من تسلط ندارم. آینه رو میبینی. تمیز شد. اینجا هم تمیز کردیم و خیلی آتش خواهد زیر پای بچه. خب این عروسک از قبل اینکه من به دنیا بیام یار من بوده و کمرش شکسته پیر شده. ناکن کلشو چقدر کجه. خب حالا میرسیم به این دکوراسی. میریم اینجا ما فلش رو باید دیگه روشن کنیم. اینجا باید فلش روشن بشه. بچه من اینو خیلی دوستش دارم. اینو کادو گرفتم از مدرسه‌مون برای شورا شدن. بچه من شورای مدرسی شدم. خیلی وسیله است. خب این برای پارساله. ما نمیشیم و این طبقه رو الان میخوایم تمیز کنیم. حالا دوربین رو ایمن میشه گذاشت. میشه یادت ها نمیشه ببینید. نه اینجوری نمیشه. چرا من نمیتونم یه دوربین نگه دارم؟ بریم داخل یقه. داخل یقه شد. داخل یقه میترسم فیلم قدشه. حالا ما همینجوری میزنیم کالای نظافتمون رو بیاریم. هر موقع خواستید خونه تمیز کنید تمیز نکنید. این لازم بود. من خیلی دست بچه گفتیم.
خب این بر جای گیمینگه که میبینید وای نه این شکسته. شکسته. آره شکسته. خب با یه ذره نمیره بالا. صدا اذیت میکنه. میخواین درارم خب فیلم قطع نمیشه. یس تا یه وصل باشه. وصله نمیم چند درصد شارژ داره. بچه موهای من چون خیلی بلنده همش میدونه. این تو خونه راه میری مود. خب کتاب کار میزنیش اینجا. من کتاب کار انقدر چجوری حلش کنم؟ من چجوری کتاب کار انقدر حلش کنم بچه ها؟ شما میدونی؟ من که نمیدونم. خب کدوم بر؟ جا ها؟ خب اینو برش دیگه. نه میگه لحاف خودم. باش بچه یه لحظه من کار رو انجام بدم. زور رو حال کردیم. خب میبینیم اینجا خدا برفه یه جا من هودی برای این پوشیدم که کلاه داره و هی لازم نیست رو سری اینجوری بندازم و این کار میکنم که کانال بند نشه. بند بشه بدبختیم. و یه کتاب کار دیگه داشتم یه پک کار چه خیلی از دوستی این داشته باشید. نکن بذار بنویسیم سنکسکات. نه بذار یه طور قشنگ بنویسم. ایکس نکن دستم من حوصله پاک کردن ندارم. همین رو خریدم. بعضی ریاضی ها رو اینجا می و پاک میکنه هم دردم. خب چون من هدف میخوام فرمش کنیم بعضی چیزا باید بریزم بره. بشه من میزم اینجا که خیلی هم قشنگ میشه. حس کنیم تو خونه داریم برمیداریم. من این برم اترسم بود. الان فکر کنم باید بدم یه جا دیگه موافقید بذاریم یه خوشگل کنیم. yes بچه دیگه دکورمونو من نمیتونم کاریش کنم. شاید باورتون نشه ولی الان نمیشه کاری کرد چون مرتبه. شاید باورتون نشه ولی مرتبه. فقط باید دفترها رو بچینیم. من جا اینا پک آموزشی گفتم من دارم. نه ایشون توش چاییه. من نمیدونم چرا این توش باید چای باشه. چی میشه اینجا نگهبان کتاب واسه چون مثلا برای بچه های فامیل بیام استفاده کنم. نه ازمیشونه. این دفتر برنامه ریزی همه دقت کنید. من خیلی برنامه ریزی داشتم. من که ویدیو نداشتم خیلی برنامه ریزی همش هم انگلیسی نوشتم. خب یه خیلی لازم توی اسمو ببینید. خب اسمو ببینید تونستید بخونید. نه دوست دارید با هم ببینید. چرا دوست دارید ببینید وقتی نمیتونید؟ بیا بابا بیا اسمو ببین. ایوه کارگردی سنا نبیزاده. اینو میزیم اینجا. نه وقتی اینو باید بره پایین بشه کلر بوک. اینو باید بره پایین بشه کلر بوک. خب
خب این گفتیم خونمون میشه، میاد خونه طبقه کنیم. بچه من تو اتاقم میخوام، زیاد خوابم نمیبره، بعد میشینم کتاب میخونم تا 5-6 صبح میبینیم من کتاب دستمه. بعد جالبه انقدر خوابم نمیبره من اینو که انقدر سبت داستان داره، چند تا داستان تموم کردم، داستانشو پراکنده خوندم. و گفتم بذار بابا داستانشو همه رو بخونم، همه رو خوندم. قصه خوب برای بچه خوبم اینو خوندم. این چند صفحه است؟ این 219 صفحه است. اینم تمومش کردم، رسیدم به سبزشم تموم کنم. میرم کتابای دیگه. خیلی کتاب تموم کردم بچه، اینا رو تموم کردم. اینو تمومش کرد، کتاب نبود اصلا، به 17 صفحه پسر جنگل رو خیلی کتاب تموم کردم. نه ریختم برم جا شورت که بلده هرکی بلده یه کامنت بذاره. بچه ها یه نقشه هایی دارم برای کنم، بیاین یکی از چند تا ویدیوهای هامیکیم رو بذاریم تو کانال. بعد از اون که زیاد بازدید خورد بیاین چیز کنیم، اسمش چیه، مثلا چند تا ویدیو بذاریم بعد خودمون رو معرفی کنیم. نه جلوش نمیشه، میشه میذارم هفته یا باشه من ویدیو هامیکیم میذارم. به کسیم که هامیکیم فنن بگید بیان کانال دنبال کنن و زیر ویدیوش بزنن یه انگوله بزنن و هر موقع که ما ویدیو بود بچه ها نما کنید منم دستم رو رد کنم، دستم به این حالت این انگوش رفت زیرش، نگاه کن اینجا شد، قشنگ رفت زیرش. خب بیشو 2 دقیقه کنیم حرف بزنیم. چقدر من با شما حرف دارم، شما چقدر با من حرف دارید بیادم، اون کار زندگی دارم بچه. ولی خدای کانال وقتی پاک کردم خیلی ناراحت شدم. چی شد؟ دیدم ویدیوها زیاد آپلود نمیشه، گفتم بذار پاک کنم دوباره دستش شد. ولی دیدم شماره زدم برگشت. لنز نخونه ولی من میزنم زیر چشم. جان دیلیت نخواد. دفعه نکته زبون ما اینه هرچی میگی این دیلیت نخواد. شاید بگی اصلا دارم نمیخواد با پربوله، اصلا دارم نمیخواد. من تصمیم میگم بزنم میزم جای قبلیش، رفت سر جای قبلیش. خدا باشه که همه به جای خودشون رسیدن. لایک پوش رازی. خب همه جا تمیز کردیم دیگه، اینجا تمیز میریم به دکور. نیو بیا این هم تمام کردم. حافظ برید بعد شما برای محفل قرآن میوایی که بهشتی بودن و میخواب که من موز بودم من دوست داره به هم برید. اسکام که روات باز نمیاد، میاد بگید، نمیادم بگید. خب اینجا شیشه است توش بی تربیه یادمونه. خب الان بریم که من بهتون نشون بدم باول بچه ایکسکات نور بدم. ایوا سایه نکن، نور بدم خدمتتون. بله این عینایی که می نویسی رنگ نمیده ناکن نمیشم الان فنا
میزنی رنگ میده. حال کردید؟ بله خب بریم. کجا زمشیم؟ هیچ جا دیگه نریم بس رو شب باور میبره همه جا تمیزه. و اینکه من الان میرم تو یوتیوب میذارم، هامیکی هم میذارم بیدیش.